نقاشی‌های روم و یونان باستان، نقاشی‌های باقیمانده مربوط به دوران باستان بسیار اندک هستند. اما آنچه باقی مانده در منطقه کامپانیا در اطراف ناپل ایتالیا است. کامپانیا شامل پومپئی و هرکولانوم می باشد که با فوران آتشفشان در زیر خاکسترها مدفون شده بود. اما همین خاکسترها به عنوان راهی برای حفظ رنگ‌های زنده و طبیعت آن عمل کرد. هر کدام از این دیوارنگاره‌ها داستان خاص خود را دارند. آوروپه سوار بر گاو نر، آرس و آفرودیت عاشق و معشوق‌های اساطیری، یاسون و پلیاس در سرزمین یولکوس، طاووس پرنده اشراف یونانی، سافو شاعر زن یونانی. در بخش‌های بعدی به جزئیات این نقاشی‌ها می‌پردازیم.